بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث الگویابی. الگویابی رو کلاً دو دسته داریم: الگویابی هندسی و عددی. هندسی مربوط به اشکال میشه و عددی مربوط به اعداد. خب من باید طرح و روند و رابطه بین شکل‌ها یا عددهام رو پیدا کنم در الگویابی. حالا چطوری این کار رو انجام بدم؟ جزوه خدمتتون هست، بالاتر میبینید نوشتم کامل. الان فقط عملی انجام میدیم. پیش خودم میگم یک عدد مربع چی شده که شده 3 عدد؟ یعنی من باید رابطه بین این 1 و 3 رو پیدا کنم. داره زیاد میشه، پس الگوم افزایشیه، پس باید جمع صورت گرفته باشه. حالا که زیاد میشه جمع صورت گرفته، یعنی یه دونه مربع به اضافه 2 تا شده 3 تا مربع. بعد این 3 تا مربع هم زیاد شده، 3 تا بوده شده 5 تا، یعنی چند تا بهش اضافه شده؟ یعنی به اضافه 2 شده. اگر بچه نمیدونه خیلی راحت میتونی بهش بگین این 3 تا رو که داریم دست بذار روش ببین چند تا زیاد اومد. این 2 تا بهش اضافه شده، پس به اضافه 2. ببینید الگوم داره یه عدد پیش میره، 2 تاش به اضافه 2، پس 100% تا آخر هر چند تا که به هم بگن بکش باید به اضافه 2 کنم. پس من اینجا میام دوباره 2 تا مربع بهش اضافه میکنم، یعنی این 5 تا رو خودش میکشم. 2 تای دیگه هم به خاطر این به اضافه 2 بهش اضافه میکنم. این الگوی هندسی. حالا الگوی عددی هم همینه. من باید این بار رابطه بین اعداد رو پیدا کنم. رابطه بین عددهام میگم 3 چی شده 7. داره زیاد میشه، این عددام داره زیاد میشه، پس به اضافه بوده. حالا 3 چی شده 7 به اضافه 4 شده. حالا اینطوری متوجه نمیشه، بگو عدد دومی که بزرگتره رو منهای عدد قبلی پشت سرش بکن. 7 منهای 3 میشه 4. پس این به اضافه 4 شده. بعد 7 چی شده 11. دوباره اگر بچه خودش بدونه میتونه 7 رو بذاره توی دلش. بگم برسم به 11. 7 توی دلم 8 9 10 11. 4 شماره بهش اضافه شده. یا دوباره 11 رو منهای 7 میکنیم، یعنی از 11 برمیگردیم به 7. 11 ببینیم چند تا وقتی رسیم به 7 چند تا از انگشتای من باز میشه. 11 10 9 8 7. 4 تا از انگشتای من باز شد، پس اینجا هم به اضافه 4 شده. خب 11 هم دوباره همینطور به اضافه 4 شده، پس این 4 داره تکرار میشه، پس تا هر چی که برم جلو دوباره به اضافه 4 میشه. 15 رو به اضافه 4 کنم میشه 19. خدمت شما. روزتون خوش.